واقعا راه جالبیه. سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم که چجوری یه فونت گرافیکی به پیسی خودمون اضافه کنیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، این ویدیو لایک کن و کانال منو سابسکرایب کن. بریم سراغ ویدیو. خب برای این کار فقط کافیه توی مرورگر خودمون متن فونت لاله‌زار رو سرچ کنیم. خب سایت فونت یاب یکی از بهترین سایت هایی هستش که میتونید ازش فونت های مختلف رو دانلود کنید. روش کلیک میکنیم و توی وبسایت میبینید که این خود فونت هستش. این بغل فقط کافیه روی دانلود فونت کلیک کنید و 5 ثانیه صبر کنید تا دانلود فونت به صورت خودکار شروع شه. خب همونطور که میبینید دانلود فونت به صورت خودکار شروع شده و منتظر بمونید که به طور کامل دانلود بشه. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزاج. خب برای این کار فقط کافیه روی فایل دانلود شده راست کلیک کنیم و گزینه اکسترکت هیر رو بزنیم تا اونجا بتونیم فایلمون رو استخراج کنیم. خب کافیه پوشه استخراج شده رو باز کنیم، پوشه OTF رو باز کنیم و ببینیم که فایل فونت اینجاست. روش راست کلیک کنیم و اون رو کپی کنیم و بعد کافیه که کنترل پنل خودمون رو باز کنیم، این بغل ویو رو روی لارج آیکونز بذاریم تا بتونیم فونت ها رو پیدا کنیم. اینجا روی پوشه فونت ها کلیک میکنیم تا بتونیم فونت های کامپیوترمون رو ببینیم. خب اینجا همونطور که میبینید فونت هایی هستش که روی کامپیوتر خودمون دانلود شده از قبل و ما میتونیم توی ورد و فتوشاپ ازش استفاده کنیم. اینجا فقط کافیه راست کلیک کنیم و پیست کنیم تا فونتمون کامل روی کامپیوتر دانلود شه. خب همونطور که میبینید کامل دانلود شد و الان ما فونت رو روی پیسی خودمون داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم توی برنامه‌ای مثل ورد و فتوشاپ. خب مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. امیدوارم که از این آموزش خوشت اومده باشه. اگر خوشت اومد این ویدیو رو لایک کن، کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله بغلشو بزن و منو به دوستات معرفی کن. مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودی. تا ویدیوهای بعدی، پیس.